مارکوس اورلیوس تو کتاب تأملاتش میگه وقت باقی مونده‌ات رو صرف نگرانی درباره نظر و کارهای بقیه نکن، مگر وقتی که واقعاً به نفع جامعه باشه. چون اگه دائم دنبال این باشی که فلانی چرا اینجوری رفتار میکنه، چی میگه، چی فکر میکنه و چه کارهایی انجام میده، ذهنت در خودش گیر میکنه و نمیذاره روی کارهای مهم و مفید خودت تمرکز کنی. به نظر من مارکوس اینجا به یکی از اصلی ترین مشکلاتی اشاره میکنه که باعث میشه خیلی ها تو زندگی پیشرفت نکنن، وابسته بودن به نظر دیگران درباره خودمون. حالا من میخوام این موضوع رو با یه گفتگو بررسی کنم. اگه وابسته باشی به این که دیگران دربارت چی فکر میکنن، هیچ وقت نمیتونی کار واقعاً مفیدی انجام بدی. یعنی چی؟ اگه وابسته باشی به نظر دیگران، هیچ وقت خود واقعیت نمیشی. و اگه زندگی به من چیزی یاد داده باشه، اینه که خودت بودن تنها کاریه که واقعاً مفیده. نمیفهمم. فکر کن به یه درخت. میوه و اکسیژنی که تولید میکنه فقط نتیجه اینه که خودش باشه. برای ما هم همینطوره. وقتی خودمون باشیم کارهای مفید انجام میدیم. ولی من که همیشه خودمم. نه، بذار با یه مثال بهت توضیح بدم. بیا دوباره به درخت نگاه کنیم. چیزهایی هست که باعث میشن درخت نتونه خودش باشه. مثلا نبود نور خورشید، کم آبی. برای ما هم همینطوره. مشکلاتی هست که ما رو از خود واقعیمون دور میکنه. یکی از بزرگترین این مشکلات همینه که وابسته به نظر دیگران باشیم. چطور وابسته بودن به نظر دیگران باعث میشه خودم نباشم؟ وقتی خودت هستی، باید حاضر باشی بعضی وقتها انتظارات دیگران رو نادیده بگیری. باید آماده این باشی که واکنش‌های منفی ببینی. اما کسی که وابسته به نظر دیگرانه جرأت این کار رو نداره. تا وقتی وابسته به نظر دیگران باشی، همیشه همونی میشه که دیگران میخوان. حس میکنم حق با توه. اما من باید چی کار کنم؟ من وابسته ی نظر دیگرانم برای زنده موندن. وابسته‌ای چون امنیتت وابسته به نظر دیگرانه. اما اگه رابطه‌ای که داری بر اساس برآورده کردن انتظارات دیگران باشه، اون رابطه واقعی نیست. تو زندانی نقشی هستی که بقیه بهت دادن. درسته، ولی توی زندان هم یه امنیتی هست. ولی بازم زندانه. تو زندگی تو دادی به خاطر امنیت. چه چیزی باقی میمونه که بخوای ازش محافظت کنی؟ آره، فکر کنم راست میگی. قبلا به این فکر نکرده بودم. اما هر کاری هم بکنم، هر جا هم برم، باز وابستم به نظر دیگران. این دنیا همینه دیگه، نه؟ اگه توی بیابون آب بفروشی، نظر مردم برات مهمه؟ وقتی چیز واقعاً با ارزشی داشته باشی، نظر بقیه دیگه مهم نیست. درسته، ولی چطوری میتونم چیز با ارزشی بسازم؟ مثل این میمونه که بپرسی درخت چطوری میوه میده. بذار اینطور بگم، درخت زندانی کم آبی، کم نوری هستش. وقتی درخت از این زندانها آزاد میشه، میوه خودش به طور طبیعی به وجود میاد. موضوع این نیست که چطوری چیز با ارزشی تولید کنی. موضوع اینه که چطوری آزاد بشی. وقتی از زندانهای خودت آزاد شدی، میوه به طور طبیعی به وجود میاد. مارکوس اورلیوس گفته که وابسته بودن به نظر دیگران باعث میشه کار مفیدی انجام ندی. من این حرفش رو با یه گفتگو بررسی کردم. مهمترین کار مفید اینه که خودت باشی و اون چیزی که واقعاً هستیم رو نمیشه توی یه کلمه جا داد. وقتی میگیم من زن هستم، مادر هستم، موسیقیدانم یا وکیلم، فقط یه بخش کوچیک از خاطرات و هویتمون رو به اون نسبت میدیم. ما بیشتر از خاطراتمون هستیم. خودت بودن یعنی غلبه بر مشکلات خودت. و وقتی واقعاً روی مشکلات خودت غلبه کنی، میتونی به دیگران کمک کنی تا مشکلاتشون رو حل کنن. به همین دلیله که ارزش واقعی تو خود واقعی توه. اما در نهایت این فقط نظر و برداشت من از حرفای مارکوس اورلیوسه. اگه نظر یا برداشت دیگه‌ای داری، خیلی دوست دارم تو کامنت ها بشنوم.